شما خسته نباشید. خواهش میکنم، تشکر، زنده باشید. ما میخوایم بگوییم که در قدم اول و زمانی که از این آبده تاریخی دیدار به عمل آوردین در میخله فکری شما، قدامت تاریخی این آبده و آثار باستانی ولایت فرا چگونه جلوه یافت؟ واقعا که از لحاظ قدامت تاریخیش که میبینه، این منطقه که طور که شما هم شاید در راپورتان گفته باشین به نام قلعه کک کوزاد است که قبلا به نام کافر قلعه یاد میشد. واقعا که از قدامت تاریخی چند قرن برخوردار است که یک آبده تاریخی بسیار، یکی از آبادات مهم افغانستان به شمار میره که وضعیتش طور که شما ببینید خوب نیست و به اساس هدایت جلالتمآب وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ، ما و تعدادی از رئیس صاحبا و اساس وظیفه‌ای که جلالتمآب وزیر صاحب داده بودن بیجه آمدیم که چند نفر تیم انجینری وزارت هم همراه ماست، ما را همراهی میکنه که این را برآورد بکنن تا به اساس هدایت جلالتمآب وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ هر چه زودتر به احیای دوباره ازی محل تاریخی اقدام عاجل صورت بگیره. جناب معین صاحب، شما میشه برای ما معلومات بتین که در حفظ آثار تاریخی ما یا میراث‌های فرهنگی ما نه تنها دولت مردان بلکه مردمی سرزمین ما که به آثار تاریخی و میراث‌های فرهنگی توجه دارند، در حفظ از سوی ای که نگهداری صورت بگیره و ارزش برش صورت بگیره، نظر شما چی هست؟ و همچنان دیگه سوال نخواد کردم، بخوایم در پیوست با این سوال بگوییم که شما چگونه برداشت دارین و این اقدامات چگونه سرعت میبخشید؟ تشکر. در ارتباط باید گفت که نگهداری به خاطر حفظ آثار تاریخی، به خاطر از اینکه خود آبدات تاریخی بیانگر هویت ماست، تاریخ ماست، بنان نه تنها وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیروی امنیتی است که در قسمت حفظ و نگهداشت ازی توجه بکنن، بلکه این وظیفه هر فرد از جامعه است که در قسمت حفظ و نگهداشت آبدات تاریخی کشور توجه بکنن. تقاضای ما و توقع ما از جوانای کشور، نسل جوان که یک نسل پر انرژی و تواناستند و میتونن که با تمام ارگانا همکار باشن، ما توجه جدیشان در حفظ و نگهداشت آبدات تاریخی کشور خواهان هستم. شما را زحمت دادم، تشکر از این لطف و معلومات شما.